به نام الله بخشاینده و مهربان. امروز میخواستم یک روایت برایتان نقل کنم. هر کدام از شما 3 فرزند خود را پیش فرستد، یعنی 3 نفر فرزندشان نابالغ پیشتر وفات کند، گفتند که برای آنها حجاب یا پرده در دوزخ می شوند. چون امروز یک خواهر برای من نقل کرد، گفت که خواستم کار جستجو کنم اما مرا به کار قبول نکردند و یکی از خویشاوندان آن دختر برایش تاکید میکند و میگوید اگر تو حجابت را میکشی، اگر تو روی مالت را کنار میمانی، شاید تو را به کار قبول کنند. چون ما میبینیم که هر روز و هر لحظه نزدیکان ما، خویش و اقربای ما، همسایگان ما، هر چیز بهانه می شود و از دنیا می رود و این برای هر یکی ما باید یادرسی باشد که ما نیست. امروز نباشد فردا، فردا نباشد روز دیگر مزه مرگ را می چشیم. اما چی ما را انتظار است؟